الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جماعة، شما درس نوتيمو و درس سیوم الحمدلله و فضل و نعمت الله به همین رقم رسیدیم. درس سی. خب یعنی از جمله آموزش زبان فهمیدن مشق‌های. اگر مشق نفهمیم ما کتاب رو گرفتن نمیتونیم. برای اون چقدر کوشش کنیم همین جمله‌ای که مؤلف می‌نویسه یعنی از ما طلب می‌کنه مشق جو کردن را پر کن و نعت مناسب در آنجا جای کن و اون نعت رو با الف لام ذکر کن اگر که لازم باشه. سبحان الله گوداکو بارک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان ارجمند خوش آمدید به درس. استغفر الله. ای خدا بگیره گوداکو و خدا قطعی گوداکو بارک. گوداکو خندم آوردن. استغفر الله. ای توبه طریقت درس میکنیم.